30 سالمه. از آینده که بپرسی نقشه و تقویمی نداره. از دیروزهای دورم که بپرسی فقط یه نقطه روشن تو مه نشونت میدم که تمام حواسمو گرفته. یه فاصله 18 ماهه که کل عمرم و قورتش داده. طوری که انگار همین نیم ساعت پیش توی اون تاکسی زرد با بوی آهنگ و تهوع استرس نفس میکشیدم. گوشیش خاموش بود. زنگ زدم. دوباره زنگ زدم. کسی جواب نداد. بعد یه صدای نکره گفت تصادف کرده. ولی این آخر داستان نیست. باید از اول بگم. کرمانشاه بودن اون مشهد. یه دیدن ساده تو اینستاگرام. بعد یه هفته رسید به یه قرار. هنوز نمیدونستم اون فاصله کوچکترین فاصله‌ای بود که قرار بوده تو عمرم تجربه کنم. پارک ملت ساعت 1:30 ظهر. گل داشتم، ساعت و عینک. هدیه‌ها رو که دادم انگار زانو زده بودم جلوی تمام وجودش. افسانه پر بود از استرس. گفت بلند شو بریم جای دیگه. نشستیم روی نیمکت دیگه. آروم نزدیکتر شدم. افسانه عقب‌تر رفت تا رسید به آخر نیمکت. دیگه راهی برای فرار نبود. چسبیدم بهش، پیشونیشو بوسیدم که گفت بلند شو باید برم دکتر. چند قدم رفتیم. دستشو گرفتم. دستشو کشید و جیغ زد و دوید. آه از نهادم در اومد. گفتم همه چی تموم شد. چه غلطی کردم. وقتی بهش رسیدم انگار یه لشکر شکست خورده بودم. پرسیدم چی شد؟ افسانه جوابی نداد. جواب سوالو شب داد. توی تاکسی آروم گفت ترسیدم که اینقدر زود، اینقدر عمیق یه چیزی رو حس کنم که نمیدونم قرار آخرش چی بشه. منم تو گوشش خوندم هر وقت که بودی همه چی قشنگ شد. از نیمکت تا داروخونه، از 1:30 ظهر تا 9 شب. موقع حساب کردن زانوم خورد به باسنش. از شرم آب شدم. گفتم نکنه فکر کنه عمدی بوده. یه پارک کوچیک اون طرفا بود. گفت میره چیپس بخره. اینجا اتفاقی افتاد که بعدها خیلی سالها بعد تنها جواب یه سوال بزرگتر شد. ولی هنوز وقتش نیست. گذاشتم خودش بره. وقتی رفت کیفشو که جا مونده بود و دیدم. طلا توش بود و پول. دست نزدم. چیزی نگفتم. افسانه‌ام چیزی نپرسید. رفت خونه. اون شب تا 12 حرف زدیم و قرار فردا رو گذاشتیم. صبحش رفتیم حرم. از بابالرضا کمی اینورتر یه پارک کوچیک بود. یه چیپس بزرگ خریدم گفتم بخوره. دهنش کوچیک بود. چیپس جا نمیشد. گفت آهای دهنمو پاره کردی. فشار نده. هر دو خندیدیم. رفتیم پاروما. طبقه دوم یه کافه بود. اونجا گفتم اگه تو بشی همسر من دیگه هیچی از زندگی نمیخوام. فکر میکردم این روزا تمومی ندارن. فکر میکردم هر چقدر بخوام هست. هر چقدر بخوام میتونم پسش بگیرم. قرار بود 4 روز بمونم. شد یه هفته. حالا برگردی به اون سوال. چرا دست زدم به کیفش؟ بعدا ازش پرسیدم. گفت اونجوری که تو رو دیدم اینقدر عاشق بودی فکر نمی کنم کسی از عشقش دزدی کنه. خندیدم. اما این جمله قرار یه روز سنگین ترین جمله‌ای بشه که تو عمرم میشنوم. فردا میدون 17 شهریور گرفتنمون. میخواستن زنگ بزنن به خانواده‌ها. گفتم پدر و مادر خودم رو بزنن مشکلی نیست. بعد یه اسم دیگه گفتن. افتادم به التماس کردن. میدونستم این برای افسانه، برای خانواده‌اش چی میتونه بشه. یه سیلی خوردم که هیچ وقت از یادم نمیره. ولمون کردم. هر کدوم یه طرف. بعد زنگ زدم رفتم پیشش. بغلش کردم و گفتم من هستم. فکر کردم همینجا تموم شد. فکر کردم بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته همین سیلی بود. اشتباه میکردم. روز هفتم گفتم باید برگردم. دیدم داره میخنده. بدنش بالا پایین میشد. نگاهش کردم داشت گریه میکرد. هر کار کردم نتونستم برگردم. 3 روز دیگه هم موندم. برگشتم خونه. یه هفته دلم طاقت نمی آورد. دنبال بهانه بودم که باز ببینم. بعد 3 هفته بهونه گیرم افتاد و دوباره رفتم. همون بغل‌ها، همون دوست دارم ها. 20 سالم بود. اولین عشق، اولین تجربم، اولین دوست داشتن از ته وجودم. 8 بار رفتم توی سال. هیچ وقت بی احترامی نکردم. به خودم چنین اجازه‌ای نداده بودم. انگار اون تنها دختر بود تو جهانم. دعوا داشتیم با هم ولی کوتاه. قهرهای چند دقیقه‌ای. ناز کشیدن که همیشه من پیش قدمش بودم. راستش چرا دروغ؟
چند بارم افسانه. پاروما بود، کوه سنگی و ترقبه، ولی راستش جاها مهم نبودن. هر جا که بودیم فقط داشتم وقت می‌خریدم. هر بار فکر می‌کردم دفعه بعد یه بهانه جدید پیدا می‌کنم، هیچ وقت فکر نکردم شاید یه روز دیگه بهانه‌ای لازم نباشه. هر سفر فکر می‌کردم این یکی سفر آخره، تا زمانی که بتونم یه چیزی رو جمع جورش کنم. یه شجاعت، یه اجازه. بعد یه سال به مادرم گفتم بریم خواستگاریش. مادرم گفت دختری که تو گوشی پیدا بشه به درد ما نمیخوره. جواب دادم، دلیل آوردم، التماس کردم، همون جوری که یه بار دیگه هم جلوی یه پلیس التماس کرده بودم. اون بار برای این که اسمش گفته نشه، این بار برای این که اسمش قبول بشه. هیچ کس خانه نشد. انگار هیچ کس نمیفهمید دوست داشتن و دوست داشته شدن و یه معنی داره که با هیچ منطقی نمیشه گفت. فکر میکردم اگه یه چیزی رو نگه دارم همیشه فرصت بعدی هست. کسی بهم نگفته بود اینجوری نیست. یه شب رفتم در خونه‌شون، زنگ بهش زدم. افسانه اومد پشت پنجره وایساد و شروع کرد به گریه کردن. گریه‌ای که بند نمیومد. تو دلم گفتم چرا اینقدر داره گریه میکنه؟ بی خودی. فکر کردم شاید یه بحث کوچیک بوده یا دلخوری، چیزی که فردا یادش میره. برنگشتم که ازش بپرسم، برنگشتم که بغلش کنم. فقط نگاه کردم و رفتم. وقتی رسیدم مسافرخونه پاهام دیگه جواب نمیداد. خودم هم نمیدونستم چرا. نمیدونستم این آخرین باری بود که میدیدمش. روز آخر زنگ زدم، بر نداشت. فکر کردم قهر کرده. این بار هم مثل همیشه گوشیش خاموش مونده بود. زنگ زدم به دوستش، اونم بر نداشت. پیام دادم، بردار تو رو خدا. افسانه چرا گوشیش خاموشه؟ خبر تصادف و با بیرحمانه ترین شکل ممکن داد. پیامش از یه جایی به بعد تار شد و یادم افتاد یه بار بهش گفته بودم اگه یه روز تو تصادف کنی و بیفتی روی تخت بیمارستان بازم انتخابم تویی. حالا افتاده بود روی تخت، اما دیگه نه راهی برای انتخاب بود نه صدایی که قرار بود بشنوه. یه داد زدم با همه وجودم ولی صدا نداشت. تو گلوم موند، کسی هم نشنیدش. دور خودم میچرخیدم، یه قدم رفتم جلو، یه قدم برگشتم عقب. انگار میخواستم بدوم ولی نمیدونستم به کدوم طرف. هیچ طرفی نبود که بهش برسم. باور نکردم. فکر کردم دارن دست به سرم میکنن. از درون داشتم آب میشدم. همون جا سر پا جلوی چشم همه، بدون اینکه کسی بفهمه. هیچ کس ندید، هیچ کس نپرسید، ولی واقعی بود. فکر نمی‌کردم هر لحظه حس می‌کردم افسانه هنوز هست. بعد از تموم شدن یه هفته اول هیچی نبود جز این کار. میگفتم نه، دروغه، برمیگرده. بعد یه هفته این کار جاشو داد به یه چیز دیگه. تجسم تند و بیوقفه. آغوشش چه شکلی بود، صداش، نگاهش، دستش. مغزم رو ول نمی‌کردم. هی برمیگشتم، هی میساختم، هی از نو نگاه می‌کردم به چیزایی که دیگه نبودن. بعد از اون نامه ها شروع شد، هر روز یه نامه. 6 سال افسردگی، الان 30 سالمه. بهش که فکر میکنم خیلی از روزام رفته تو خواب، رفته تو درس، رفته تو کار کردن. درسته که باید باشه، کسی نمیگه نباشه، ولی اگه ازم بپرسن فردا قراره بمیرم چه چیزی یادم میمونه، هیچ وقت نمیگم اون شبی که تا دیر وقت درس موندم. هیچ وقت نمیگم اون روزی که خیلی خوابیدم یا خیلی کار کردم. میگم یه آغوش، میگم یه نگاهی که فهمیدم داشت التماسمو میکرد بدون این که حرفی بزنه. میگم یه دست که تو جیبش پول بود، طلا بود و دست ندادم بهش. میگم حتی همون سیلی، همون داد، همون قهرها، چون تنها جاییه که خودمو واقعا شناختم. تو کتاب نبود، تو تنهاییم نبود، تو نگاه افسانه بود که فهمیدم چه آدمیم. 18 ماه 1000 کتابم نمیتونست بهم بگه چه آدمیم. اون یگانگی، اون فهمیده شدم، زندگی مساخت. باقیش فقط گذشت. من هنوز دارم زندگی میکنم، ولی تو همون 18 ماه بود که زنده بودم.